سرخط مهمترین خبرها: یک ساکن سوخت برای پهن کردن عقیده های داعش زندانی شده است. در ولایت سمر ریدهای سخت ضد مهاجران آغاز شد و دادگاه های تاجیکستان امسال یگان حکم سفید نبرآوردند. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزاد تقدیمتان میکنیم. امروز 9 آگوست سال 2024 است. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان رفتار ظاهر مؤمنزاده رئیس سابق دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین را تشویش‌آور و ضربه به آبرو و اعتبار نهاد زیر رهبریش دانست. او روز 8 آگوست در نشست خبری گفت معلوم گشت سابق رئیس سود ناحیه شمس‌الدین شاهین نسبت سربازی که سنجش حجت‌ها را می‌گذرانید رفتار غیرقانونی می‌کند و سرباز را لطوکوب می‌کند. مومنزاده را روز 18 ایول به گناه لطوکوب سرباز نیروهای مرزبانی از مقام رانده از کار در دادگاه‌ها محروم کردند. نوارهایی که کامراهای نظارتی نیمه شب 8 ایول ثبت کردند نشان می‌دهد ظاهر مومنزاده از ماشینش بیرون آمده سرباز را 3 مش می‌زند و بعداً شریک او و سربازان دیگر مانع ادامه لطوکوب می‌شوند. ظاهر مومنزاده روز 26 ایول در صحبت با رادیوی آزادی رسانه‌ها را گناهکار کرد که حالتی به سرش آمده را سنساسیون کرده نشر کردند. شیر محمد شاهیان روز 8 آگوست گفت قضیه رئیس پیشین دادگاه در بررسی دادستانی است و معلوم نیست که نسبت مومنزاده پرونده باز می شود یا نه. دادگاه شهر خوجند یک ساکن ولایت سوخت را با اتهام جلب ساکنان به گروه تندروی دولت اسلامی به 6.5 سال زندان محکوم کرده است. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی در یک برنامه تلویزیونی گفت رستم میرزایوی 45 ساله هنگامی در مهاجرت مهنتی بودند عقیده های گروه تندروی دولت اسلامی را ترغیب کرده عضو این گروه شده است. در حالی که نظر مرد بازداشت شده و نزدیکانش به حکم معلوم نیست، سخنگوی اداره پلیس سوخت میگوید رستم میرزایو توسط صحیفه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی عملهای اعضایان گروه به نام دولت اسلامی را درست حسابیده است. در نوارهای دادگاه که مقامات نشر کردن پیوندان شخص محکوم شده یا وکیل دفاع او دیده نمیشوند و معلوم نیست که این مرد چگونه از حقوقهای خود در دادگاه حمایت کرده است. بعد سال 2014 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به گروه تندروی دولت اسلامی پیوسته به حدود عراق و سوریه رفتند. اکثر مردان در جنگ‌ها کشته شده، زنان و کودکان آنها قسماً به تاجیکستان آورده شدند و باقی مانده در پناهگاه‌های سوریه و زندان‌های عراق هستند. در ولایت سمر رید کلان ضد مهاجران شروع شده است که در وقت‌های اخیر دیده نشده بود. کارمندان پلیس همراه با سربازان گواردیای ملی و نیروهای ویژه آمان نه تنها بازار و ساختمان‌ها بلکه خوابگاه‌های مهاجران را هم تفتیش می‌کنند. قریب هر روز پلیس سمر نوارهای نوی ابلاغ مهاجران را نشر می‌کند. از جمله در این نوار دیده می‌شود که نظامیان صبح بر وقت و بنای استقامتی در کوچه‌های ژلزنا دیویزیا و فیسکولتورنای و مرکز تجارتی در خیابان کیروف زده می‌درآیند. در این رید حجت‌های تقریباً 100 شهروند خارجی را تفتیش کرده که میانشان زنان هم هستند. دفتر مطبوعاتی پلیس سمر گفته است پلیس به مهاجران کارهای فهماندهی گذرانده تاکید کرده است که آنهایی که به روسیه میآیند باید قانون‌های این کشور را رعایت کنند. در ناحیه کویبش ولایت سمر هم پلیس سندهای 40 مهاجر را تفتیش کرده است. پلیس سمر میگوید نسبت 2 کارمند برای ویران کردن قاعده ورود یا بود و باش سند ترتیب داده شده است. همچنین در ارتباط با مهاجرت غیرقانونی پرونده باز شده است، اما معلوم نیست نسبت کی. نمایندگان جنبش‌های ملت‌گرا نیز در ریدها علیه مهاجران غیرقانونی در سمر شرکت کردند. تلگرام کانال جمعیت روسیه نوشته است که نمایندگان این سازمان در ریدهای بزرگترین که یکباره در 2 ناحیه سمر صورت گرفتند به نیروهای امنیتی کمک کردند. نیروهای امنیتی یکجا با نمایندگان جامعه روسیه حدود 20 مهاجر را که در خوابگاه بودند گرفته به اداره پلیس بردند. رید و تفتیش مهاجران در روسیه بعد حمله به مجمع کراکور سخت‌تر شد. دادرس‌های تاجیکستان در 6 ماه اول امسال 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند، یعنی از میان گمانزدها کسی را بیگناه ندانستند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان 8 آگوست در نشست مطبوعاتی این را نتیجه نظارت جدی دادستانی و بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی دانست. این در حالی است که بعضی از حقوقدانها و نزدیکان محکوم شده ها از مرافعه‌های پس درهای بسته، دسترسی نداشتن به وکیلان مدافع مستقل و اقرار گناه زیر شکنجه شکایت دارند. در اکثر کشورهای دنیا پس از بحث‌های دراز که در صورت ثابت نشدن عیبی که مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کردند بازداشت شده ها بیگناه اعلان و آزاد می‌شوند. سال 2023 دادرس‌ها در منطقه‌های تاجیکستان به استثنای ولایت سوخت 10 حکم سفید صادر کرده بودند. گزارش امروزه ما درباره همکاری ترکیه و چین در بخش استحصال ماشین را همکارم خیرمان بقازاده تقدیم می‌کند.
حکومت ترکیه و شرکت عظیم چینی BYD در ماه ایول سازشنامه بنیاد کارخانه ماشینبراری را امضا کردند. قرار است سال 150,000 ماشین کارخانه در اروپا فروخته شود. تحلیلگران این را یک چرخش جدی در مناسبت‌های چین و ترکیه می‌نامند. این سازش نابرابری و کمبود تجارتی را از بین برده می‌تواند که برای ترکیه مهم است. برای چین هم مهم، چون که محصولات استحصال شده به خاطر عضویت ترکیه در اتحاد گمرکی اتحاد اروپا از انداز آزاد می‌شود. تحلیلگران میگویند که کارخانه آینده بیانگر تغییر در سیاست سرمایه‌گذاری پکین است که پیشتر از همکاری با انکره پرهیز می‌کرد. در ترکیه سرمایه چین دیده نمی شود و سببش این است که چین ترکیه را چون یک خطر کلان سیاسی در منطقه ارزیابی می کند. ولی وضعیت دیگر و مورد نگرانی جامعه اویغورها می شود. انکره سرکوب اویغورها را در چین محکوم کرده به بسیاری ها سرپناه داده است. ناظران میگویند احتمال هنگام سفر وزیر کارهای خارجه ترکیه هاکان فیدان به پکین بر عوض کارخانه میلیارد دلاری معامله حاصل شده است. میگویند چین به قبول سازشنامه استرداد پایفشاری و اخراج اویغورها حداقل چند نفرشان را از ترکیه به چین طلب دارد. چنین اندیشه هم وجود دارد که چرخش چین به سوی ترکیه یک عضو ناتو میتواند بخشی از تلاش پکین برای افزایش نفوذش در جهان و به ویژه ایالات متحده آمریکا باشد. تحلیلگران میگویند انکره و پکین در تلاش پیدا کردن عمومیت‌های دیپلماتی از جمله در رابطه با جنگ اسرائیل علیه حماس هستند. انکره از سفر رهبران فلسطین به پکین استقبال کرد. تحلیلگران میگویند در پیشاروی خطرهای توسعه خشونت‌ها در خاورمیانه منفعت‌های مشترک انکره و پکین بیشتر می‌شوند. به اطلاع رسانه‌های روسیه، جنگ‌ها در ولایت کورسک میان ارتش این کشور و نظامیان اوکراین روز سوم است که ادامه دارد. زد و خوردها در 30 کیلومتری ایستگاه اتمی کورچاتوف و 50 کیلومتری ناحیه لوگوف ادامه دارند. این ناحیه با اهالی قریب 17,000 کس علیه در زیر نظارت نیروهای اوکراین قرار گرفته است. تلگرام کانال‌های نزدیک به مقامات روسیه نوشتند زرخریدان گروه واگنر را از افریقا به ولایت کورسک آوردند تا با ارتش اوکراین جنگ کنند، زیرا نظامیان روسیه نمی‌توانند ارتش اوکراین را از محله‌ها بیرون رانند. منابع اوکراینی خبر دادند که الکی بیش از 50 سرباز روسیه خود را تسلیم کردند که در میانشان سربازان قراردادی هم هستند. مقامات روسیه میگویند نیروهای اوکراین از صبح 6 آگوست به ولایت کورسک هجوم کردند. کیف در این باره اظهار نظر نمی‌کند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 9 آگوست را فرا می‌گیرد. 9 آگوست 9 آگوست سال 2002 وزارت کارهای خارجه تاجیکستان قاعده داشتن ویزه خروج را به هنگام سفر برای شهروندان این کشور بیکار کرد. قاعده‌ای که در رژیم اتحاد شوروی عمل می‌کرد و با هدف نظارت از سفرهای شهروندان جاری شده بود، آخرین شده در قلمرو شوروی سابق در تاجیکستان بیکار گردید. 9 آگوست سال 2006 بعد بیماری طولانی در 59 سالگی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درگذشت. سال 1997 عبدالله نوری با نمایندگی از اتحاد مخالفان تاجیک در کنار پرزیدنت امامعلی رحمان سازشنامه صلح تاجیکان را امضا کرد که به جنگ 5 ساله شهروندی تاجیکستان نقطه گذاشت. 9 آگوست سال 2008 تاجیکستان و فرانسه سازشنامه ساختمان ترمینال نو فرودگاه بین‌المللی دوشنبه را امضا کردند. ترمینال در دوام 2 سال با 24 میلیون یورو پول قرض از جمله سهم تاجیکستان ساخته شده در آن معیارهای نزدیک به یک فرودگاه بین‌المللی رعایت شده است. مقامات فرانسه گفتند ترمینال بین‌المللی را همچون پاداش تاجیکستان برای امکان استفاده فرودگاه دوشنبه از جانب نظامیان فرانسوی بنیاد کردند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 121 سوم برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1053 سوم ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برایتان استراحت خوشخواهانه.